خیلی متشکرم، شما خوب متشکرم. هستین. انشالله که شب خوبی داشته باشین. من به همه دوستانی که تو لایو شرکت کردن همچنین. و حوصله به خرج میدن، ما هی داریم قطع و وصل میشیم، هم در واقع تشکر میکنم ازشون. میگم یه مقدار حالا دست ما نیست، فکر کنم یه چند هفته هست که نت ضعیف شده خواه نخواه، یعنی یه مقدار بله. شرایط از کنترل ما خارج شده. بله. جالب بود که با فیلتر شکن درست شد. آره، یعنی درست. همه چی داره کم کم فیلتر میشه. دقیقاً. خب بله. خانم خب جلالی، خانم دکتر در جانم خدمتتون هستم. بفرمایید. در خدمتتون هستم. مرسی از اینکه در این لایف شرکت کردین. ما قرار که در مورد ما چند هفته پیش من یک استوری گذاشتم توی پیجم در مورد اینکه اگر کسی حالا تو پیج من سوالاتی در مورد مسائل جنسی یا مشکلات جنسی داشت مطرح کرد. خب خیلی از دوستان شرکت کردن، ولی خب قاعدتا تعداد سوالات خیلی زیاد بود و ما نمیتونستیم قاعدتا توی لایو 50 60 دقیقه‌ای به همه این سوالات پاسخ بدیم. و به قول شما، حالا من که باتون صحبت می‌کردم گفتین هر کدوم از اینا 60 دقیقه طول میکشه و قاعدتا ما میتونیم خیلی بله. خلاصه و مختصر و مفید به اینها بپردازیم. حالا پیشنهاد من به شما این بود که حالا مثلا 10 تا سوال رو با هم انتخاب کنیم از بین اونهایی که فراوانی بیشتری داره، که بتونیم در واقع حالا سوالهایی که پرتکرار هستن و مخاطبین ما حالا بیشتر روش تاکید داشتن اونها رو بیشتر بهش بپردازیم، یعنی در واقع انتخاب کنیم از بین اونها. حالا امیدوارم بشه به همین 10 سوال درست. هم پاسخ داد، یعنی ممکن که حتی وقت نشه به همین 10 انشاءالله. سوال هم پاسخ بده. قبل از اینکه شروع کنیم من میخواستم برای دوستان یه توضیحی بدم که اصلا اختلالات جنسی چیه و اصلا ما امشب میخوایم در مورد چه مسئله‌ای صحبت کنیم. حالا همونجور که خودتون مستحضر هستین، توی کتاب‌های سالهای پیش روانپزشکی DSM-4 که یکی از کتاب‌های مرجع در واقع روانشناسی و روانپزشکی هست، اختلالات جنسی حالا در واقع خیلی گسترده‌تر بود. من دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی خب الان حالا به دلایل سیاسی یا تغییر ورژن این کتاب‌ها و صلاح دید انجمن روانشناسی امریکا، این اختلالات جنسی روز به روز داره تعدادش محدودتر میشه و خب بیشتر بله. روی اختلالات جنسی بیشتر در مورد عملکرد جنسی در واقع مانور میده، که بیشتر در مورد حالا مسائلی که مربوط به میل جنسی، برانگیختگی جنسی، مسائل مربوط به ارگاسم و مسائل مربوط به دردیه که در رابطه جنسی تجربه میشه. و بقیه اختلالاتی که قبلا جزء اختلالات بود تقریبا از کتاب‌های روانشناسی و روانپزشکی، البته خب یه قسمتیش دلایل سیاسی داشته، حالا بگذاریم اینجا بحثش نیست، حذف شده. و تنها اختلالی که فکر میکنم که خب به طور بارزی خیلی پایسته مونده، اختلال هویت جنسی، ملال جنسیتی به طور بارزی باقی مونده، که حالا اون بحث امشب ما نیست و ما بیشتر میخوایم در مورد اختلالات عملکرد جنسی امشب با هم صحبت کنیم. بله درسته. من اگر اجازه بدین از بین سوال هایی که در واقع با هم انتخاب کردیم من شروع کنم اون سوال های منتخب رو تک تک بپرسم و در واقع پاسخش رو از شما بشنویم. موافقین؟ خانم دکتر، البته من گفتم میخواستم برای شروع و مقدمه، چون عزیزانی که تو پیج من هستن خب خیلی آشنا هستن، لایو گذاشتم، پست گذاشتم در این خصوص، ولی از اونجایی که پیج شما پیج جنسی نیستش، من حالا به نظرم یه مقدمه کوچیکی حتما. در خصوص هم فرمایش شما بگم، یه کوچولو تکمیل‌تر که بتونیم بر اساس اون پیش بریم. ببینید کلا اختلالات جنسی هم شما هم فرمودین محدود شده به سه دسته کلی. یکی اختلالات پارافیلیک یا همون انحرافات جنسی هستش که خیلی دوستان سوالم همیشه راجبش دارن، مثل فتیشیسم یا یادگارخواهی، پدوفیلیا یا بچه بازی، سادیسم، مازوخیسم یعنی آزارگری جنسی، آزارخواهی جنسی، نمایشگری، عورت نمایی و مالش دوستی و اختلالات دیگه که این در بحث ما نیستش. مسئله دسته و طبقه بعدی همون چیزی که شما فرمودین، یعنی اختلال نارضایتی جنسی در واقع، که تو بحث هویت جنسی، این که افراد از اون هویتی که دارن، از اون زن بودن و مرد بودن خودشون راضی نیستن و دلشون میخواد در قالب جنس مخالف باشن. و در نهایت اختلالات عملکرد جنسی، یعنی
سکشوال دیسفانکشن که بحث امشب ما هستش، که شامل زودانزالی، دیرانزالی، اختلال دخول، اختلال در واقع ارگاسمی در خانوم ها، اختلال نعوذ و مواردی هستش که حالا میگم بارها من راجع بهش صحبت کردم و دوستان هم حتما بهش واقف هستن. میخواستم این توضیح رو بدم که چطوری میشه که اصلا فرد دچار اختلالات عملکرد جنسی میشه. ببینید همه ما یه چرخه پاسخدهی جنسی داریم. اگر هر کسی، هر فردی توی این چرخه پاسخدهی که یک سری مراحل داره، تو هر مرحلش دچار مشکل بشه، ما میگیم فرد دچار اختلال عملکرد جنسی شده. حالا این در واقع مراحل چیا هستن؟ مرحله اول میله، هم تصورات ذهنی، فانتزی ها و اون خیال پردازی هایی که فرد تو ذهنش داره و تو ذهنش دلش میخواد که با یکی ارتباط برقرار کنه. مرحله بعدی برانگیختگیه که نعوذ در آقایون و ترشحات واژینال در خانم ها، و مرحله سوم ارگاسم یا اوج لذت جنسی، و مرحله 4 برونشینی یا خاموشیه که این مراحل تحقیقات جدید نشون داده که تو خانم‌ها یه خورده پس و پیش شده، یعنی به این ترتیب نیستش. یعنی شاید اول یه خانمی وارد رابطه بشه، بعد دچار برانگیختگی هم بشه، ولی بعدش میل جنسی رو در خودش احساس کنه. حالا اینا مباحثی هستش که خیلی یعنی بحث امشب ما نیستش، ولی خواستم یه توضیح کلی داده باشم که اگر افراد تو هر کدوم از این مراحل دچار مشکل بشن، ما میگیم فرد دچار اختلال عملکرد جنسی شده. در خدمتتون هستم. مرسی از توضیحاتتون. بله، همونطور که گفتین شاید خیلی از دوستان نسبت به در واقع همین مسائلی که شما توضیح دادین هم خیلی آشنا نبودن و شاید همین بهشون کمک کنه که شاید بدونن که شاید نیاز به مراجعه به سکس تراپ داشته باشن. خب یکی از سوالات پرتکراری که در واقع توی سوالاتی که ما حالا به پرسش و پاسخ گذاشته بودیم در واقع این بود که آیا خودارضایی اختلال هست، یعنی مستربیشن یا استمناء در واقع در چه صورت آیا اختلال هست یا نه، و اگر هست در چه صورت اختلال هست؟ خب خانم دکتر، همطور که خودتون فرمودین و این دسته‌بندی که من عرض کردم، دیدیم که اصلا خودارضایی تو هیچ کدوم از این طبقه ها قرار نداره. پس یه جورایی جز اختلالاتی نیست که ما بهش بپردازیم، ولی در 3 حالت خودارضایی میتونه به صورت اختلال باشه و نیاز به مراجعه فرد به سکس تراپیست و درمان داره. اولین مورد اینه که تنها شکل از فعالیت فرد خودارضایی باشه، یعنی فرد ازدواج کرده یا شرایط رابطه رو داره ولی فقط به صورت خودارضایی نیازهای جنسیش رو برآورده میکنه. مورد بعد اینه که فرد ترجیحش خودارضاییه، یعنی گاهی وارد رابطه میشه ولی اگر بتونه همونم وارد رابطه نمیشه و به صورت خودارضایی نیاز رو برطرف کنه، پس ترجیحش خودارضاییه. و در نهایت این که خودارضایی به صورت وسواسگونه و اعتیاد در بیاد، یعنی به شکل یک رفتار وسواسی، یعنی دیگه فرد قبل از اینکه این کار رو انجام بده خیلی به لذتش فکر نمیکنه، فقط انگار که یک کسی مجبورش کرده، مثل رفتار وسواسی. کسی که وسواس داره، وسواس آلودگی داره، مرتب میره دستاشو میشوره. خب شاید هم دوست نداشته باشه که دستاشو بشوره مرتب، ولی انگار یک اجباری در این قضیه وجود داره. در این 3 حالته که ما میگیم خودارضایی اختلاله و نیاز به درمان داره. مرسی از توضیحاتتون. یه سوالی که به اینم خیلی مرتبط بود و فکر می‌کنم جاش اینجا باشه که ما اینجا مطرحش کنیم، اینه که آیا این که مثلا افرادی متأهل هستن و حالا در طول رابطه زناشوییشون بعضا گاهی اوقات پیش میاد که ممکنه که دست به خودارضایی هم بزنن، آیا این طبیعیه؟ آیا مثلا در واقع اون هم میتونه مثلا شرایط خاصی داشته باشه که اختلال محسوب بشه؟ ببینید، زوجین اعتقاد دارن، یعنی افراد معتقدن که اگر که یک زندگی جنسی شادی داشته باشن، یه زندگی رضایتمندی داشته باشن از لحاظ جنسی، اصلا نباید خودارضایی کنن. ولی ما
میدونیم که این خودارضایی در متأهلین هم وجود داره، ولی نشونه بیوفایی، خیانت یا دوست نداشتن همسر نیستش. خودارضایی میتونه تو دوران متأهلی به چند دلیل اتفاق بیفته. اینکه فرد خب خواسته یا ناخواسته در معرض محرک‌های جنسی قرار گرفته و برانگیخته شده و الان شرایطی نیست که با همسر وارد رابطه بشه. خب اینجا دست به خودارضایی میزنه. یا فردی هستش که این خودارضایی راهیه برای تخلیه تنش‌ها، چون میدونین که تحقیقات نشون داده یکی از راه‌های کاهش اضطراب در آقایون سکسه و این سکس خب شاید گاهی به شکل خودارضایی خودش رو نشون بده. در واقع فرد برای تخلیه هیجانات منفیشه که این رفتار رو انجام میده. دلیل سوم میتونه این باشه که خب زن و شوهر از نظر میل جنسی و تعداد دفعاتی که به رابطه جنسی نیاز دارن با هم هماهنگی ندارن. یعنی مثلا خانم هفته 1 بار کفایت میکنه که رابطه جنسی داشته باشه، همسرش هفته 3 بار. خب برای اینکه این تعادل برقرار بشه و حالا همسر مثلا شوهر میخواد که خانمش هم اذیت نکنه، اجباری هم در کار نباشه، شاید گاهی این تعادل رو به وسیله همون مستربیشن ایجاد کنه. و در نهایت خب خانم و آقا، زن و شوهری که وارد رابطه میشن، حالا به هر دلیلی یک نفر ارگاسم و انزال رو تجربه میکنه و طرف مقابل با اینکه برانگیخته شده ولی به اون ارگاسم نمیرسه، که غالبا توی خانوم ها این قضیه رو میبینیم. حالا همسر به دلیل اینکه تو رابطه رفته، خب یا زود انزالی بوده یا در واقع انزال حالا زود انزالی هم نبوده، انزالی صورت گرفته بعدش خسته بوده، به هر دلیلی خانوم ناکام مونده تو رابطه، ولی اون حس برانگیختگی هنوز در همسر وجود داره و این باعث میشه که خب حالا یه مستربیشنی هم انجام بشه که خب این حس برانگیختگی در واقع در فرد تخلیه بشه. ولی در مورد همین قضیه کینزی که یه سکسولوژیست با همکارانش اومدن یه پژوهشی کردن که ببینن اصلا واقعا این خودارضایی توی افراد متأهل وجود داره یا نه، و دیدن که به طور میانگین زن و شوهرهایی که سنشون بالای 25 ساله 2 هفته 1 بار این خودارضایی رو انجام میدن. البته خب به قول دوستان همیشه میگن که این پژوهش ها و تحقیقات مال غربه، ما تو جامعهمون و مملکتمون از این چیزا نداریم، انشالله که نداریم، ولی در نهایت میخوام بگم اگر هم باشه دلیلی بر این نیست که فرد همسرش رو دوست نداره یا داره خیانتی به رابطه میکنه، این چیزا نیستش. میشه گفتش که به این دلایل امکان داره که این مستربیت انجام بشه. درست. خیلی هم ممنون. سوال بعدی که در واقع خیلی از حالا چند تا از دوستان پرسیده بودن این بود که علت کاهش میل جنسی تو روابط زناشوییشون چیه؟ یعنی معمولا ما در واقع متوجه میشیم که افراد وقتی که ازدواج میکنن، حالا شاید اوایل خیلی پرشور وارد رابطه زناشویی و جنسیشون میشن، ولی خب به تدریج هر چقدر از اون رابطه زناشویی میگذره این میل جنسی افراد دستخوش تغییر میشه. فکر میکنین که علت این کاهش میل جنسی در روابط زناشویی چی میتونه باشه؟ ببینید، کاهش میل جنسی که دلایل مختلفی داره. میتونه عوامل جسمانی، وضعیت عمومی، سن فرد، عوامل روانشناختی، عوامل اجتماعی، فرهنگی و تعارضات زناشویی باعث این قضیه بشه. عوامل جسمانی که خب همون بیماری ها هستش. اگر کسی دچار مشکلات پروستات، کسی نارسایی کلیه داره، بیماری های کبدی مزمن داره، نمیدونم خدایی نکرده HIV، بیماری های خونی و کلا بیماری ها باعث کاهش میل جنسی میشه. چون فرد سرما هم که میخوره، سرمای ساده هم میخوره، شاید میل جنسیش کاهش پیدا کنه. پس این عوامل جسمانی. مورد بعد اختلالات هورمونیه که در واقع اختلالات
هورمونی مثل تستوسترون، کاهش تستوسترون، افزایش پرولاکتین و اختلال هورمون تیروئید میتونه توی میل جنسی اثر داشته باشه. استفاده از داروهایی مثل داروهای SSRI، ضد افسردگی‌های 3 حلقه‌ای، همه اینها هم میتونه میل جنسی رو کاهش بده. عوامل روانشناختی هم که خودتون بهتر میدونین و طرفدار درمانگر هم هستیم، هم افکار، باورهای منفی و در نهایت اضطراب عملکردی که در فرد حین رابطه ایجاد میشه میتونه میل جنسی رو کاهش بده، فرد رو دچار اختلال نعوذ و اختلال انزال زودرس بکنه. تعارضات زناشویی، خب زن و شوهر هر روز هفته دارن به هم بی احترامی میکنن، به مادر پدر هم فحاشی میکنن، فحش میدن، توهین میکنن و هم مدام با هم دعوا دارن. خب مشخصه که وقتی که خب دیگه اصلا احساس و میلی برای رابطه جنسی نمیونه، چون یک ارتباط دو سویه داره رابطه زناشویی با رابطه جنسی. هر کدوم خراب بشه تو یکی هم تاثیر میذاره. و همچنین عوامل فرهنگی، این که فرد اصلا چه نگرشی نسبت به مسائل جنسی داره، یعنی نگرش مثبت داره، منفی داره، چقدر تو بچگی احساس گناه برای این فرد ایجاد کردن که نه رابطه جنسی زشته، بده. خب همچین فردی کلن میل جنسیش میتونه پایین باشه. ضمن اینکه همونطور که شما فرمودین، ببینید اوایل رابطه ازدواج هیجانات در سطح بالاتری قرار داره، ولی تحقیقات نشون داده که بعد از 6 سال، روابطی که 6 سال گذروندن، بزرگتر از 6 سال هستن، اینها میل جنسی در واقع درشون کاهش پیدا میکنه. در واقع هیجانات جنسی به خاطر تکرار رابطه دیگه مثل روزای اول نیست و قطعا افراد تمایلشون هم نسبت به هم کمتر میشه. سن هم که عرض کردم مؤثره. خب یک آقایی که 40 سالشه، 50 سالشه، با یک آقای 20 ساله تمایلات جنسیش متفاوت. اینا دلایلی هستن که توی ازدواج میتونه باعث کاهش میل جنسی بشه. مرسی از توضیحاتتون. حالا من صبح که داشتم این سوالا رو یه نگاهی مینداختم، خودم هم داشتم یه سرچ میکردم که حالا من یه چند تا نکته به ذهنم رسید که احتمالاً در واقع شما هم مد نظرتون هست. خب بارداری هم میتونه روی مسئله تاثیر بذاره، اما نه از اون جنبه‌ای که شاید افراد فکر میکنن. یعنی افراد فکر میکنن که شاید بارداری میتونه به طور مستقیم روی میل جنسی تاثیر بذاره، در حالی که وقتی یه بچه‌ای به دنیا میاد، خب در واقع برای زوجین اختلال خواب ایجاد میکنه و خود اختلال خواب به طور غیر مستقیم میتونه که در واقع سیستم تعادل در واقع بدن رو به هم بزنه و از اون طرف در واقع وقتی که دیگه والدین باید صرف بچه کنن، وقتی کمتری براشون باقی میذاره. یعنی قاعدتا باعث میشه که یه مقدار رابطهشون برای مدتی از هم دور بشه، چون بچه‌ای که به دنیا میاد خب نیاز به مراقبت داره، وقت زیادی رو میطلبه و خب زوجین قاعدتا وقت کمتری برای هم میذارن. و همینطور یائسگی رو من حالا دیدم توی موردهایی که ذکر شده بود که خب از یک طرف یائسگی برای بعضی خانم‌ها خیلی هم خوبه، چون که دیگه ترس از بارداری رو نخواهند داشت، و از طرف دیگه ممکنه مشکلاتی مثلا در واقع خشکی واژن یا مثلا در واقع کاهش اعتماد به نفس و حالا مثلا چیزهای شبیه به این رو براشون ایجاد کنه که ممکنه یه مقدار از رابطه جنسی فاصله بگیرن. و افزایش وزنی که زوجین بعد از ممکنه که ازدواج، حالا من یه جا خونده بودم 10 تا 15 کیلو ممکنه که در واقع بعد از ازدواج به وزن خانم‌ها یا آقایون اضافه بشه، که خب این قاعدتا ممکن رو اون تناسب اندام تاثیر بذاره و به طور غیر مستقیم اعتماد به نفس این افراد رو برای اینکه وارد یک رابطه جنسی بشن و از در واقع بدن خودشون راضی باشن رو کاهش بده، که این خودش هم میتونه احتمالاً فکر میکنم که در واقع روی میل جنسی تاثیر بذاره. البته فکر نمیکنم اینا خیلی مستقیم باشن، احتمالاً خیلی غیر مستقیم تر از اون چیزایی که شما فرمودین میتونن تاثیر بذارن. بله، خب ببینید این که دو تا یه عامل رو من فراموش کردم بگم که مرسی شما متذکر شدین و بهتره که توضیح داده بشه. یکی عوامل اجتماعیه که حالا ما حضور اون بچه، این خستگی که فرمودین، این تنش ها، استرس ها، اضطراب هایی که فرد به واسطه شغلش، کارش، خونه داری، بچه داری
درگیرش میشه قطعا تو میل جنسیش تاثیر منفی میذاره. ضمن اینکه همین بارداری و زایمان، خانم‌هایی که زایمان میکنن یه دوران شیردهی دارن. دوران شیردهی باعث افزایش پرولاکتین میشه و پرولاکتین هم گفتیم هر چقدر بالا باشه باعث کاهش میل جنسی میشه. پس یه زوجی که تازه بچه دار شدن، آقایون باید به خانم‌ها حق بدن که تو دوران شیردهی هستن و قطعا به خاطر تغییرات هورمونی این پرولاکتین بالاست و میل خانم کمه و اونجاست که باید یه خورده خب اون در واقع اینکه هوای همو داشته باشن، حواسشون به مسائل همدیگه باشه رو رعایت کنن. بله توضیحات شما هم کاملا درسته. مرسی ممنونم از توضیحاتتون. سوال بعدی که حالا توی در واقع پرسش و پاسخ دوستان پرسیده بودن این بود که حالا سکس نرمال واقعا چقدره در رابطه زناشویی؟ یعنی چه میزان مناسبه که افراد سکس داشته باشن؟ آیا سکس زیاد میتونه حالا ما میدونیم که سکس کم ممکنه که به رابطه آسیب بزنه، آیا سکس زیاد هم میتونه به رابطه آسیب بزنه؟ ببینید یه نکته رو من باید اینجا بگم، چون از خودم همیشه سوال میشه که تعداد نرمال رابطه چقدر؟ این تعداد نرمال رو هیچ جای تو هیچ تکست مقاله ما نمیبینیم که تعداد به ما بدن. اون تعدادی نرماله که فرد و همسرش احساس رضایت کنن. یعنی میتونه این تعداد 1 بار در هفته باشه، میتونه 7 بار در هفته باشه، همون تعدادیه که زن و شوهر دوست دارن و با رضایت قلبی وارد رابطه میشن و از اون لذت میبرن. این تعداد رو خود زن و شوهر تعیین میکنن به شرطی که 2 نفر راضی باشن. ولی اینکه سکس زیاد یعنی چی؟ یعنی چه تعداد سکس منظور این خانم یا آقایی که سوال کردن هستش؟ ببین رابطه جنسی کلن افراط و تفرید تو هر چیزی آسیب زننده است. درست. تو هر موضوعی ما نگاه کنیم افراط و تفرید میتونه آسیب بزنه. ولی در کل رابطه جنسی یک سری فواید داره. فوایدش مثل این که به رابطه عاطفی و صمیمی زن و شوهر کمک میکنه، باعث کاهش استرس میشه، باعث افزایش آرامش میشه به خاطر هورمون‌هایی مثل اکسیتوسین که در فرد ترشح میشه، باعث تقویت عضلات کف لگن میشه، کاهش مشکلات پروستات رو میتونیم با سکس داشته باشیم و همینطور جلوگیری از آتروفی و تحلیل رفتگی واژن و حالا فواید دیگه. حالا شخصی که به تعداد زیاد رابطه جنسی داره، اگر این رابطه جنسی همراه با لذت باشه، از سر اجبار نباشه، اجبار منظورم وسواس جنسیه که الان بیشتر توضیح میدم، و از اون رابطه خودش و پارتنرش، طرف مقابلش، همسرش لذت میبرن، نه نمیتونه آسیبی نمیزن. ولی اگر این رابطه جنسی به واسطه وسواس جنسی باشه، به واسطه اضطراب ها و استرس های فرد باشه، به واسطه دونجوان بودن اون شخص باشه، اینها آسیب میزنه. اینجا بازم اون خود رابطه جنسی آسیب نمیزنه. چی آسیب میزنه؟ اون اضطراب ها، استرس هایی که پشت این رابطه جنسیه، بیماری های مقاربتی که به واسطه این تعداد زیاد رابطه جنسی در فرد میتونه ایجاد بشه و شخصیت آشفته و مسائل دیگه. وگرنه خود رابطه شاید چندان آسیبی نزنه که این دلایلی که باعث تعداد زیاد رابطه میشه آسیب زننده است. درست. خیلی ممنون از توضیحاتتون. سوال بعدی که دوستان پرسیده بودن که در واقع اینه که نگرانی و اضطراب در مورد عملکرد مناسب در هنگام سکس چه تأثیری میتونه روی رابطه جنسی داشته باشه. البته من هم به عنوان یک بالینگر و نه به عنوان یک سکس تراپ میدونم که اضطراب و افکاری که متقابل اون ممکنه که اتفاق بیفته قاعدتا روی عملکرد جنسی تاثیر میذاره و حتی ممکنه بعد از یه مدتی باعث کناره‌گیری فرد از رابطه جنسی بشه. یعنی اینقدر فرد نگران عملکردش باشه که در واقع نخواد که حتی رابطه جنسی رو انجام بده و در طول رابطه‌ش هم لذت نبره و حتی ممکنه که برعکس، یعنی هر چقدر بیشتر نگران عملکرد جنسیش باشه در واقع عملکردش هم در واقع بیشتر مختل بشه.
حالا اگر شما توضیحاتی دارین ممنون میشم که در واقع به دانش ما هم اضافه کنید. ببینید، خواهش می‌کنم. کلاً اضطراب دشمن کیفیت رابطه جنسی. یعنی فرد هر چقدر اضطراب‌هاش، حالا به غیر از اضطراب عمل کرد، هر چقدر بالا باشه کیفیت رابطه جنسیش میاد پایین. حالا چطوری؟ یا فرد به واسطه باورها و افکاری که داره دچار اضطراب میشه، به خاطر اون طرحواره‌ها، باورها، افکار خدایندی که اون لحظه به ذهنش خطور میکنه دچار اضطراب میشه. یا نه، شخصیتاً فرد مضطربیه. چون حالا من توی یه سوال دیگه میخواستم اینو جواب بدم، ولی اینجا که پرسیدین، ببینید شخصیت هایی که مطیع و منفعل هستن و بیس شخصیتشون اضطرابه، حالا شما چون شخصیت شناسی کار میکنید و درمان شخصیت دارین، اختلالات شخصیت بهتر میدونید که بله، شخصیت وابسته احتمالاً. دقیقاً شخصیت های وابسته کلا کلاستر C. درست. حالا بله، توی اوسیپیدی ها شاید ما اینو خیلی نبینیم، شاید به خاطر اون احساس قدرتی که میخوان داشته باشن، مدیریتی که داشته باشن. ولی تو افراد وابسته بله، ولی توی افرادی که مطیع، منفعل، وابسته و یا اجتنابی هستن و بیس شخصیتشون اضطرابه، ما اختلالات جنسی رو، اختلالات عملکرد جنسی رو بیشتر میبینیم. خب پس ما اینجا میبینیم که اضطرابه داره خرابکاری میکنه دیگه. و یا افرادی که به واسطه اون باورها، افکار و طرحواره هایی که دارن، کلا وقتی که حین رابطه، یعنی میخوان وارد رابطه بشن یا حین رابطه هستن، این افکار بهشون حمله میکنه و فرد رو دچار پرفورمنس انزایتی میکنه، یعنی اضطراب عمل کرد. یعنی فردی که مرتب داره میگه نکنه نتونم نوزم رو حفظ کنم، نکنه همسرم راضی نباشه. این نکنه ها شرایط رو بدتر میکنه. یعنی فرد قطعا نمیتونه نوزش رو حفظ کنه، قطعا نمیتونه انزال با تایم بالا و مناسب داشته باشه. پس اضطراب باید بدونیم که دشمن مسائل جنسیه که یکی از انواعش اضطراب عمل کرد. فکر میکنم مثلا حالا با توجه به در واقع این توضیحاتی که شما دادین، مثلا رویکردهایی مثل در واقع مایندفولنس که در واقع خیلی به افراد سعی میکنن که در لحظه حال باشن و خیلی درگیر گذشته و آینده نشن و روی اون عملی که دارن در حال حاضر انجام میدن تمرکز کنن، احتمالاً تو این حوزه بتونه بهشون کمک کنه اگر اشتباه نکنم. درسته؟ بله. ببینید یکی از موضوعاتی که میتونه مشکل آفرین باشه توی روابط افراد، توی نعوذ و انزال آقایون بیشتر، اینی که افراد تمرکز بیش از حد روی انزال و نعوذشون دارن. این تمرکزه، این در زمان حاله خیلی خوبه ها، ولی نه رو اندام تناسلی، نه روی آلت. هر چقدر افراد این تمرکز رو روی نعوذ و انزالشون داشته باشن، شرایط بدتر میشه. پس باید چی کار کنن؟ ببینین، سکس و رابطه جنسی مساوی با مقاربت، دخول و نعوذ نیستش. یعنی هدف از رابطه جنسی لذت بردن و لذت دادن به فرد مقابل. هر وقت این هدف گم و گور میشه تو رابطه و هدف میشه نعوذ و دخول، شرایط بد میشه. یعنی فرد نعوذ و انزالش رو از دست میده. این ذهن آگاهی که فرمودیم باید انجام بشه، ولی نه روی اندام تناسلی. روی چی؟ ببینید افراد میتونن از تکنیک حواس پرتی استفاده کنن. حواس پرتی یعنی ذهنشون رو درگیر مسئله دیگه‌ای بکنن به غیر از تمرکز روی خود رابطه. یعنی اینکه با حرف زدن با همسرشون میتونن ذهن رو درگیر این صحبت کردنه بکنن، تمرکز رو از دخول و انزال بردارن. حالا اگه زود انزالی دارن، این صحبت کردنه باید تم عاطفی و عاشقانه داشته باشه. اگر اختلال نعوذ پیدا میکنن باید تم جنسی داشته باشه و بیشتر حواس پرت به محرک های جنسی باشه. یعنی تمرکز روی برانگیختگی باشه، نه روی خود نعوذ، رو حس برانگیختگی باشه. بنابراین این تمرکزه
میتونه آسیب بسیاری به رابطه بزنه و همونطور که شما فرمودین تکنیک های ذهن آگاهی و در زمان حال بودن و لذت بردن به هر شیوهی، شیوه فقط هم رابطه عرض کردم دخول و نعوذ نیستش، از راه‌های متعددی افراد میتونن از این رابطه لذت ببرن. الان یه سوالی تو سوالات توجهمون جلب کرد که فکر میکنم به سوالات قبلی هم مربوط بود، یعنی چند تا از دوستان پرسیده بودن که علت از دست دادن نعوذ چیه. فکر میکنم که تو همون قسمتی که در مورد کاهش میل جنسی صحبت کردیم احتمالا همون دلایلی که باعث کاهش میل جنسی میشه یه قسمتش به این کاهش نعوذ هم مربوط باشه. بله دقیقا. ببینید بله ما اونجا حالا یه بخشیشو توی کاهش میل جنسی توضیح دادم، یه بخشیشو تو مبحث اضطراب که شما فرمودید. یعنی ببینید کاهش میل، اختلال نعوذ هم به همون دلایل جسمانی، روانشناختی، فرهنگی و تعارضات زناشویی اتفاق میفته. ولی اینجا یه نکته هست، اینکه اگر فرد نعوذ صبحگاهی داره، توی رابطه هم وقتی میخواد شروع کنه نعوذ رو داره، ولی موقع دخول، حالا موقع سکس کامل یا از دست میده، یعنی اینکه فرد یه جورایی عوامل جسمانی باعث این اختلالش نشدن، مخصوصا کسی که نعوذ صبحگاهی داره. ما باید بیایم به سمت این که عوامل روانشناختی فرد رو درگیر این مسائل کردن. ببینید یک سری باورهایی وجود داره، حالا ساعت رو شما حواستون هست؟ من شروع میکنم حرف زدن دیگه یادم من ساعت برام گذاشتم. بله مرسی. ببینید یک سری باورها وجود داره که اگر این باورها رو افراد بدونن که غلطه، خیلی میتونه بهشون کمک کنه. باوری مثل این که مردی مرد قوی و کامله که همیشه یک نعوذ طولانی مدت و با قوامی داشته باشه، یه باور اشتباهه. همچین چیزی امکان نداره و مردونگی یک نفر با نعوذش سنجیده نمیشه. یا اینکه همون که گفتم رابطه جنسی حتما یعنی نعوذ طولانی و دخول، این هم جز تعاریف رابطه جنسی نیست و باور غلطیه. این که مردی میتونه مرد قوی باشه که در تمام طول شب این نعوذش رو حفظ کنه و سکس فوق‌العاده، اینها باورهای اشتباهی هستند که میتونه به فرد همون پرفورمنس انزایتی رو بده، اضطراب عمل کرده رو بده. خب مردی که میبینه مثلا تایم انزالش 2 تا 8 دقیقه است، تازه تو رنج نرمال هم هست، ولی این باور رو داره که باید تایم طولانی باشه و این فرد رو دچار اضطراب میکنه. یا افرادی که طرحواره‌های بیکفایتی دارن، بیکفایتی وابستگی دارن، طرحواره نمیدونم ناتوانی دارن، سرسختانه دارن احتمالاً، یا خیلی پرفکت باشن. آره. دقیقاً. این هم باعث میشه که خب کسی که خودش آدم ناتوانی میبینه خب قطعا اون اضطراب حین رابطه بهش غلبه میکنه. و همچنین افکار منفی که عرض کردم توی سوال قبلی، نکنه همسرم راضی نباشه، نکنه بتونم نعوذ، همه اینها باعث میشه که فرد حین رابطه شرایط خوبی رو تجربه نکنه و نعوذ و انزالش دچار مشکل بشه. پس ما باید با مورد فرد، یعنی با مراجعه به سکس تراپیست، بتونه روی این افکار کار کنه تا خودش آدم توانمندی ببینه، تا خودش آدم ارزشمندی ببینه و تو رابطه هم به همون شکلی هست بتونه به همون شکلی که هست خودش رو بپذیره و یک رابطه جنسی بدون اضطراب رو تجربه کنه. مرسی خانم جلالی عزیز از توضیحاتتون، خیلی کامل و دقیق و شفاف. امیدوارم کامل. آره خیلی عالی. سوال بعدی اینه که یکی از دوستان پرسیده بودن که حالا البته من تو دایرکت هم سوالی مشابه این زیاد دریافت میکنم که تا چه حد باید روابط جنسی پیش از ازدواج رو با همسر آیندمون در میون بذاریم؟ این سوال از منم پرسیدم. من یه پستی گذاشتم، بعدش با کلی اعتراض مواجه شدم که شما آدم ها رو به این ترغیب میکنید که راستگو نباشن یا دروغ بگن، که البته منظور بنده این نه. ببینید جواب این موضوع خیلی بستگی به تیپ شخصیت فرد مقابل فرد داره، فرد مقابل اون کسی که میخواد اعتراف کنه داره. تصور کنید که خب خانوم با یک آقایی
نامزد کرده یا ارتباطی رو شروع کرده یا ازدواج کرده، اصلا الان همسرشه، با یه آقایی که دچار در واقع تریت پارانوید داره، یعنی یه خورده رگه های شکاکی داره، یا اصلا شکاک بدبینی داره، یا اصلا شکاک و بدبین نیستش، آدمیه که دچار وسواسه، دچار نشخوار ذهنیه. حالا خانم بیاد بگه که عزیزم من از اونجایی که خیلی صادقم و دوست دارم همه زندگی سیر تا پیاز زندگیمو به تو بگم، بیاد میگه که من مثلا با قبل از تو یه رابطه جنسی داشتم. شما فکر میکنید برای اون رابطه چه اتفاقی میفته؟ یعنی یک بفهم. آره دقیقاً اینو ما تو مراجعه‌مون خیلی میبینیم. احتمالاً شما هم همچین مراجعانی دارین که اون فرد مقابل انقدر درگیر وسواس فکری میشه و اعتمادش رو نسبت به اون فرد از دست میده که رابطه خواه نخواه به سمت نابودی پیش میره. دقیقاً همینطوره. یعنی اون فرد باید یک عمر پاسخگو باشه، توضیح بده، اعتماد سازی کنه و در نهایت هم هر دو نفر دارن تو این رابطه آسیب میبینن. حالا میبینیم یه فردی نه، این موضوع براش حل شده، حالا بیش از حد داره کنجکاوی میکنه، فرد باید توضیح بده، انتخاب کنه اونجا میتونه توضیح بده یا نده. اینجا سعدی، من همیشه این مثال میزنم، یه شعر داره میگه که جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. آره ببین لازم ما اینجا دروغ نمیگیم، ولی اگر صحبت راستم هست، صادقانه هم هست، ولی تأثیری تو زندگی همسر من نداره، گفتن یا نگفتنه، آسیبی به اون نمیزنه، شاید یه سری مسائل رو نباید مطرح کرد، چون میتونه اصلا پایه و اساس زندگی زناشویی از بین ببره. ولی خب یه نفر میبینه که نه، حساسیت داره یا یک موضوعی که من نگفتم میتونه نگفتنش آسیب بزنه، اونجا ما باید جرأتمندانه موضوع رو مطرح کنیم و پای در واقع تاوان مشکلاتی هم که پیش میاد رو بله پای پیامدهای منفی موضوع هم وایستیم. ولی گاهی این که ما همه چیز رو سیر تا پیاز از اول تا آخر مطرح کنیم، این میتونه به زندگی فرد آسیب بزنه. مسائلی مطرح شده بر اساس شخصیت طرف مقابل که لازمه توی زندگی دونستنش، اونا که لازم نیست صداقت نیست، شاید واژه دیگه‌ای باید به کار ببریم. البته من یه نکته‌ای هم که اضافه کنم، حالا شاید من خیلی این رو به مراجعان خودم لااقل میگم، حالا دوست دارم که نظر شما رو هم بدونم، اینه که گاهی اوقات پیش میاد که مثلا یک چیزی در گذشته فرد بوده و حالا غیر از اون نکته‌ای که شما گفتین که طرف مقابل چه جور پرسونالیتی و شخصیتی داره، کسی از اون اطلاعی نداره. یعنی مثلا یه چیزی بین دو نفر در گذشته بوده و الان هم ممکنه که به رابطه فعلی آسیبی نزنه، ولی بعضا ممکنه که من مراجعینی هم که داشتم که مثلا چیزهایی در گذشتهشون بوده که 10-15 نفر همزمان از این اطلاع داشتن و احتمال اینکه یک روزی این مسئله برملا بشه خیلی زیاد بوده. یعنی من تو اینجور موقع‌ها ترجیحاً، حالا چه اون فرد حساس باشه نباشه، تاکیدم اینه که خب با توجه به اینکه خب افراد زیادی در این راز 15 نفره یا 10 نفره شریک هستن و آره دقیقاً چون خیلی از افراد بعد از اینکه حالا مسائل دارن بیشتر با دوستانشون مشورت میکنن به جای اینکه حالا یک روانشناس یا یک متخصص رو معتمد خودشون قرار بدن که بعداً خیلی به ضررشون متاسفانه تموم میشه. یعنی در واقع این مشورت با دوستان، من یادمه که از مراجعان علیه خودش استفاده میشه، با پارتنر قبلیش کات کرده بود و مثلا اونا این خانم متوجه خیانت اون آقا مثلا در حین رابطه شده، دوستان ایشون برداشته بودن به اون آقا زنگ زده بودن، فوشش داده بودن، بلاکش کرده بودن، یعنی خودشون وارد، یعنی یه جوری اوضاع حتی بدتر هم شده وارد عمل شد. آره یعنی در حمایت از ایشون اوضاع رو خراب کرده بودن به قول من. میخوام بگم که حالا این نکته رو هم دوستان در نظر بگیرن که اگر حالا چیزی هم در گذشته هست اینو هم مد نظر داشته باشن که آیا این قضیه امکان فاش شدنش اصلا وجود داره یا نه. بله دقیقا. تو موضوعاتی که مثلا آقای یا خانمی یک بار ازدواج کرده و شما تصور کنید جشن عروسی میگیره، بعد خاله و عمه و همه فامیل هم میان، خب قطعا اونجا یه نفر میگه تو عروسی قبلیش خوشگل‌تر شده بود. خب
اونجا چه فاجعه‌ای اتفاق میفته. یعنی بی‌اعتمادی و مشکلات زناشویی در بعد شروع رابطه در واقع اتفاق میفته و شروع میشه. دقیقا. یکی از سوالاتی که شاید برای خیلی از کسانی که مثلا مجرد باشن و قصد ازدواج دارن فکر می‌کنم خیلی مطرح باشه اینه که آیا اختلال جنسی در طرف مقابل رو میشه قبل از ازدواج تشخیص داد؟ یعنی در واقع سوالاتی برای این مسئله وجود داره که بشه مثلا اختلال جنسی طرف مقابل رو تشخیص داد؟ ببینین کلا برای این که ما فانتزی ها، علایق و اختلالات جنسی طرف مقابل رو بدونیم 2 راه بیشتر وجود نداره. البته 3 راه وجود داره ها، ولی راه سوم ان شاءالله که وجود نداره. درست. اینکه افراد خودشون در واقع وارد رابطه میشن. بله. ولی راه اول و بهترین راه اینه که فرد به یه مشاوره پیش از ازدواج بره یا یک سکس تراپیست مراجعه کنه. چون روانشناس خب به هر حال چون که ملاک‌های تشخیصی اختلالات عملکرد رو میدونه و کسی که مشاوره پیش از ازدواج میده اصولا خود من هم همین کار میکنم که هارمونی و هماهنگی جنسی بین زوجین رو میسنجم. اینکه علایقشون چیه، سلایقشون چیه، چیا رو دوست دارن، چیا رو دوست ندارن، از لحاظ هیجان خواهی با هم هماهنگی دارن، تمایلات جنسیشون چقدره. خب همه اینها رو مشاوره پیش از ازدواج و روانشناس میتونه بهشون بگه. و ضمن این که ببینید هارمونی جنسی یکی از مؤلفه های اصلی رابطه سالمه. یعنی توی رابطه سالم که 3 تا مؤلفه تعهد و صمیمیت و کشش جنسی هست، این کشش جنسی یعنی همون هماهنگی جنسی بین زن و مرد جز مؤلفه‌های اصلیه و باید قبلش راجبش صحبت بشه، ارزیابی بشه. پس بهترین راه مراجعه به روانشناسه. راه دوم، ما برای شناخت افراد مخصوصا برای ازدواج راهی نداریم جز سوال کردن. این که اگر شاید افراد مدتی با هم تو رابطه هستن، یه صمیمیت ایجاد شده، میتونن از هم سوال کنن که تو چه چیزایی تو رابطه دوست داری، چه پوزیشن هایی دوست داری، اصلا چقدر به رابطه جنسی فکر میکنی، دوست داری تو هفته تعداد دفعاتی که رابطه داری چقدره، مکانهایی که دوست داری، یا مثلا همونطور که عرض کردم پوزیشن هایی که فکر میکنی بهت حالا برات جذابیت بیشتری داره، و هم میزان هیجان خواهی فرد، اینکه دوست داری تنوعی تو رابطه باشه نباشه، و مسائلی که و سوالاتی که مربوط به رابطه جنسی میشه. حالا خانم دکتر ببینید گاهی وقتا تو رابطه، تو دوران آشنایی، نامزدی، عقد، افراد نشونه ها رو میبینن ولی به این نشونه ها توجهی نمیکنن. تصور کنید یه خانم و آقایی که با هم چند وقت نامزد کردن. حالا ما آقا رو مثال میزنیم چون توی آقایون توقع میره که این کنجکاوی‌های جنسی بیشتر باشه. این آقا نه کنجکاوی جنسی داره، نه راجع به مسائل جنسی صحبت میکنه. هر بار میخواد مثلا نامزدش راجع به این قضیه صحبت کنه یه جوری از زیر کار در میره. یا خانم در جامعه ما نشانه پاکی و نجابت فرد قلمداد میشه. دقیقاً. یا اینکه حالا شرایطی هم پیش میاد که عقد کردن، حالا اون فور پله‌ای، اون معاشقه پیش میاد ولی برانگیختگی جسمانی خانم در فرد نمیبینه، ولی به قول شما میگه که چه پسر خوبی. ببین میخواد بعد از ازدواج. گاهی این پسر خوبه نیست، گاهی فرد دچار میل جنس، در واقع کمبود یا بیمیلی جنسیه، دچار اختلال نوعوزه. یعنی خب از یه پسر جوان و یه دختر جوان یه کوچولو توقع میره که سوالات جنسی داشته باشه تو دوران عقد و نامزدی، کنجکاوی‌های جنسی داشته باشه، یه رابطه عاطفی و حالا لمسی و نمیدونم معاشقه‌ای شکل بگیره. خب پس این نشونه‌ها رو فرد میبینه، بهش توجه نمیکنه و وقتی وارد رابطه میشه میبینه که خب زن من سرد مزاجه، شوهر من اختلال داره. پس میخوام به شما بگم که 3 مورد مراجعه، اولین و بهترین راهکار مراجعه به روانشناسه، دومین مورد سوال کردنه و در نهایت توجه به نشونه هاست. خیلی ممنون جلالی. ما زیاد وقت نداریم، فکر کنم در حد 2-3 دقیقه وقت داشته باشیم.
در مورد حالا دوستان، من دیگه چند تا سوال فکر کنم با هم ادغام کردیم، چون یکی از سوالات دوستان همین بود که آیا فانتزی های طرف مقابل رو بپرسین یا نه، که خب در واقع فکر کنم که پاسخ شما آری باشه. اگر اینم در حد کوتاهی جواب بدیم و که دیگه در واقع فکر کنم که دیگه وقتمون کاملا تموم شده باشه، یه چند دقیقه دیگه بیشتر. بله، عرض کردم خدمتتون توی دوران آشنایی و نامزدی افراد باید از همه مسائل هم، حتی در خصوص اینکه تو افسرده میشی چی کار میکنی، مضطرب میشی چی کار میکنی، عصبانی میشی چی کار میکنی، رابطه جنسی رو چجوری میبینی، بچه دوست داری دوست نداری، نمیدونم تو روابط اجتماعی چطوره، روابط با مادر پدرت چطور. یعنی ما از تمام این مسائل، حتی فانتزی های جنسی، باید سوال کنیم و راهی غیر از سوال کردن وجود داره ها، ولی بهترین راه همین سوال کردنه. و حالا اگر فرد در موقعیت های مختلف هم رفتارهای فرد مقابل رو زیر نظر داشته باشه، مثل همون معاشقه‌ای که گفتم، شاید گاهی فرد اصلا از دیرش در بره یا مشکلات این چنینی، خیلی عالیه. اینها میتونه بخشی از سوالات ذهنی افراد رو چه در مسائل جنسی و چه مسائل غیر جنسی پاسخ بده. البته حالا من صبحم که داشتم این سوالا رو نگاه کردم، یه سرچی کردم، حالا این البته سوال دوستان نبود ولی به همین موضوع مربوطه که گاهن یه سری فانتزی های جنسی نرمال و عادیه، حالا حتی اینکه فرد بعضن در حین رابطه جنسی بخواد در واقع چیز دیگه ای رو تصور کنه، یا مکان خاصی یا جای خاصی، سکس دهانی یا مثلا سکس حتی با چند نفر، اینا تو ذهن فرد باشه، اگر به بهبود رابطه جنسی کمک میکنه عادیه. ولی خب یه سری فانتزی های جنسی از جمله مثلا در واقع فانتزی های در مورد تجاوز، فانتزی های در مورد مثلا همجنسگرایی، فانتزی های در مورد حالا چیزهای دیگه فکر کنم غیر طبیعی باشه، که حالا دوستان میتونن اینها رو سوال کنن و احتمالاً با یه سرچ کوتاه تو اینترنت یا مراجعه به روانشناس و سکس تراپ میتونن از صحت و سقمش و اینکه چقدر اینها عادی هستن یا غیر عادی مطلع بشن، که در واقع این فانتزی ها در واقع بعداً دردسرساز نشه. بله دقیقاً درسته. حالا شاید خود فرد به طرف مقابلش نگه، از اونجایی که شاید خودش هم میدونه که این فانتزی ها خیلی طبیعی نیستن، ولی خب یک روانشناس و شخص ثالثی مثل یک روانشناس که اون بعداً هم نمیتونه بر علیهش، یعنی همچین کاری نمیکنه، بر علیهش استفاده نمیکنه، سوگیری نداره، قضاوت نداره، خیلی میتونه بهشون کمک کنه که از نیازها و خواسته ها و تمایلات و علایق هم تو رابطه جنسی با خبر بشن. درست. مرسی، ممنون خانم جلالی عزیز از توضیحات امشبتون، خیلی جامع، امیدوارم که کامل بوده باشه. خیلی عالی. جز اینکه تصویرتون گهگاه قطع میشد و ما تصویر زیبای شما رو از دست میدادیم، بقیه چیزها عالی بود. مرسی. من عذرخواهی میکنم خاطر اینترنت ضعیف. آره متوجه هستم، احتمالاً مشکل از ما نیست. ما خوبیم بقیه بدن. خیلی به هر حال لطف کردین که در این لایو شرکت کردین و به سوالات در مورد اعضای پیج من پاسخ دادین. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از همکاری شما. ما دو نفر حالا شاید دوستان نمیدونن همکار هستیم در بهروان و بعضا حتی تو یک روز مشترک هم حضور داریم و حالا در واقع این همکاری باعث شد که حتی نزدیکتر هم بشیم. خواهش میکنم، باعث افتخار ما. خیلی لطف کردین، من بازم ازتون تشکر میکنم. حالا من چون کامنت ها رو خاموش کردم احتمالاً دوستان نمیتونن ابراز علاقه و تشکر کنن، ولی شاید انتقاد جان میگم شاید هم انتقاد انتقاد داره دیگه، همه رو بستیم دیگه، خوب و بدش رو بستیم، چون حالا ممکنه حواسمون پرت بشه. ولی حالا اگر نکته چیزی بود احتمالاً بعدا تو دایرکت دوستان اشاره خواهند کرد. من تا جایی که امکان داشته باشه در خدمت دوستان هستم. ان لایو هایی هم میذاریم که به صورت پرسش و پاسخ باشه و بتونن افراد این دانش جنسیشون رو بالا ببرن و اینکه این بالا بردن دانش جنسی میتونه تو کیفیت رابطهشون هم تاثیر داشته باشه. ما هرچی علممون بیشتر باشه عملکردمون هم بهتره. درست. من در خدمت دوستان مرسی، لطف کردین. مرسی، لطف می‌کنید. قربان شما. انشالله که شب خوبی داشته باشیم. متشکرم از همراهی شما. حالا انشالله سیو بشه که بتونیم به صورت